بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند آزادی و عدالت. عرض سلام و احترامات خدمت همه هموطنان عزیزم، هموطنانی که مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند و مخصوصا برادران و خواهران ایرانی ما. چند وقت فضای مجازی اکثرا ویدیوهای و کلیپ‌هایی که نشر میکنن تو اینستا و یا هم در کل فضای مجازی واقعا یعنی ذهن بنده رو درگیر کرده. خواستم با همین مناسبت ما یه ویدیو بذارم و اکثرا برادران ایرانی ما توهین و تحقیر و فحش و بد بیرا و وطنهای ما میگن. خیلی کم از هموطنهای ما هم از راههای دور و نزدیک از فضای مجازی برای بعضی از برادران ایرانی ما توهین و تحقیر میکنن و من خواستم این موضوع رو برای شما عزیزان ارائه کنم. و یک ویدیو از برادران ایرانی ما دیدم گذاشته بود، گفتن که 40 سال ما از افغان ها میزبانی میکنیم و حتی یک دفعه هم یک بار هم اینا تشکری نکردن. وقتی که رد مرز میشن اینا خب همه چی درباره حکومت ما ملت ما میگوین و هیچ شکی نیست، واقعا هیچ شکی نیست که شما 40 سال یک میزبان خوبی بودین، یک همسایه خوبی بودین، یک همزبان خوبی بودین، یک همفرهنگ خوبی بودین. ما دو همسایه، دو برادر، دو همفرهنگ، دو همزبان هستیم، هیچ شکی نیست. ما باور کامل دارم و هیچگاهی فراموش نخواهیم کرد میزبانی 40 ساله شما رو که ما 40 سال واقعا در خاک پرمیر جمهوری اسلامی ایران ساکن هستیم. اکثرا هموطنهای ما درآمد خوبی دارن، ماشین دارن، خانه دارن، زمین دارن، درآمد خوبی دارن، شرکت دارن، کارخانه دارن، واردات صادرات دارن و یا هم بچه هاشون به مدرسه میره، تعلیم و درس تعلیم دارن. واقعا هیچ جای شکی نیست که ما باید یک تشکری از تمام برادران ایرانی و از خواهران و از مادران ایرانی داشته باشیم. هیچ جای باید فراموش نکنیم. شخصی بنده همیشه در فضای مجازی و هم حضوری بارها این یادآور شدم که ما یعنی مدیون و ممنون برادران ایرانی هستیم، خواهران ایرانی هستیم، مادران ایرانی هستیم. ما نان و نمکشان خوردیم، باهاشان هم کاسه و هم سفره بودیم و در تمام امورات کاری ما با هم شراکت کار کردیم، کار داشتیم باهاشان، سلام و صفا داشتیم. این فراموش نمیکنیم هیچگاهی. اگر هم در فضای مجازی و یا تو اینستا و بعضی از کلیپ هایی که شما میبینین، ویدیوها میبینین که از آدرس هموطنان افغان های ما هست و اونا اگر بخواین توهینی به یک برادران ایرانی، به یک خواهر ایرانی، به یک مادر ایرانی توهین بکنن، اونا هیچگاه از آدرس ما نیستن. حتی نمیشه که به اون ما بگیم افغان، چون اون کسی که هست که دوردست زندگی میکنه، زندگی راحتی داره و درآمد خوبی داره، هیچگاهی در فکر مهاجرینی که در مقیم جمهوری اسلامی ایران است اون نخواهد بود. اون حتما بیرون از خاک ایران است، بیرون از افغانستان است. حتما یک ویدیو، یک صدای میذاره که باعث خشم و نفرت در بین ما شود. و هم بعضی از برادران ایرانی ما که واقعا ما میبینیم در فضای مجازی با هموطنان ما فحش و سزا و بد بیرا و توهین میکنن و ما هم درکش میکنیم. حتما شاید یا مشکلی هست یا ای که ناراحتی داره یا حتما از دست بعضی از هموطنهای ما رنجیده و یا ناراحتش کردن، اونم درک میکنم. و یک بار دیگه ما اینو با همه برادران و خواهران ایرانی تکرار میکنم که واقعا شما یک میزبان خوبی بودین، یک همسایه خوبی بودین، یک همزبان خوبی بودین، هم فرهنگ خوبی بودین. هیچگاهی ما میزبانی 40 ساله شما رو فراموش نمیکنیم. خب شرایط هست، اگر یکی ما در خاک پرمیر شما نمی اومدیم کجا می رفتیم؟ دیگه جای نداشتیم، مجبور بودیم. شما همسایه بودین، هم زبان بودین، هم فرهنگ بودین، مجبور بودین، برادر بودین، در اینجا آمدیم ما و حتما یک درآمدی داشتیم، کار کردیم. یا بعضی از هموطنهای ما سرمایه گذاری کردن، بعضی از هموطنهای ما صادرات واردات دارن، بعضی هم استقلال زایی میکنن، بعضی هم حتی کارگر ساده هستن. اما بازم خدا را شکر که ما شما رو به عنوان یک همسایه خوب، به عنوان یک همسایه خوب، به عنوان یک همزبان خوب، به عنوان همفرهنگ خوب، به
به عنوان یک برادر خوب داریم، در کنار شما هستیم. واقعا ممنون و سپاس از زحمات و از مهربانی و از همه میمان نوازی 40 ساله شما.